این تعریفی شد. یا چیکار گفتن عقبه انزاب اگر محکم نباشد میگذره، نباشد نمیشه. نزدیک عقبه انزاب آمده این ابرها محکم. در جناب یارو میگردیم. مردم از سفر من هیچ گاه نگشتم. سوار کردیم بریم. آمدیم این پنجکین جناب یاری نقد شروان نمیره. هم ماشین قطعی میریم، خر قطعی میریم، از قطعی میریم. شما بارا نترسونید. آباد کردن آماده کن، بنیاد کردن آماده، ساختن آماده کن. امروز از یک کشور سه پارچه تقسیم با یک دولتی واحد ساختیم. یک دولتی واحدی تمام منطقه های کشور با هم با یکدیگر پیوست کردیم. امام علی رحمان در جهان معاصر یکی از سیاستمداران معروف است. در آخر سالهای 90 نسبت به وی تخم ناباوری کاشتند. او این ضربه ها را تحمل کرد، بلکه در این نبرد استوارتر شد. مردم به او همچنان که به معمار صلح باور داشت، به معمار دولتداری نوی تاجیکان نیز باور کرد. راه برای ما با همه سختی هایش حیات است، رمز است، نجات است. راه های بیراهه، راه های سنگین و پرمشقت، کوه های سربفلک در طول تاریخ بهترین محافظ ما بودند. اما همین دیوارهای عظیم خود ما را نیز از خودمان جدا می کردند. یک سبب بدبختی جنگ شهروندی تاجیکستان هم همین بود. هر کس در دره خود، در منطقه خود، یعنی این یک بهانه بود. با اما محلات جدا شدن، راه ها هست، رفت آمد می شود، خیش تباری می شود، یار و دوستی بین مردمان می گردد، مردم را با هم نزدیک می کند. امام علی رحمان با تمام هستی درک نمود که یگانه راه نجات از این ورطه هلاکتبار راه سازی است. زندگی هم همین را تقاضا میکرد. راه باید ساخت، زیرا در آخر عصر 20 در آن مرحله سرنوشت ساز ما را بار دیگر در تنگنا قرار دادند تا ما را همچون ملت از روی زمین پاک کنند. رنج های این محاصره را هر شهروند تاجیکستان خوب در یاد دارد. در آن وضعیت بحرانی یگانه راهی که ما را می توانست نجات دهد راه ساختن به سوی کشور چین بود. چند طول نکشید که ماشین های پربار در مسیرهای این راه نو به حرکت در آمدند. اگر راه را نمی ساختیم با قولای بلند کوههای بدخشان در سطح 4600 متر با کلمه راه شدیم. اولی راهی شدگی ماست با چین. این راه ها اگر نمیشد حاضر وضعیت اقتصادی ما، وضعیت اجتماعی ما، مشکل های اجتماعی ما خیلی زیاد میشه. یکی از دشوارترین منطقه های کوهی برای راهسازی طلیسم دیودره بود در سمت شوراباد درواز. صخره‌های عظیم این موضع در دل هر مسافر ترس و دهشت می انداختند.
آدمان زیاده هنگام گذر از این موضع جان شیرین خود را از دست داده اند. من چند بار سفر داشتم از طرف شوراباد و از طرف خود نایه درواز. قریب که در اونجا راه ماشینگرد وجود نداشت، در بعض انجا پای پیاده. ما همون تا قسمت های دیودره که در همون زمان نام داشت آماده بودیم و دیدیم که چی وضعیت است. ما بعد همون دوره وضعیت بسیار مالی اقتصادی ما وضعی بود، قرار قبول کردن، مبلغ جدا کردن درباره بنیاد راه شوراباد درواز. بعدا آهسته آهسته تکنیک متخصصا را پرداختیم. بعدا لایحه را درست طراحی کردن با سرمجلب سرمایه خارجی. راهسازی وارد مرحله دیگر. بنیاد راهها توسط افغانستان به پاکستان و همین طریق برآمدن به حوزه اقیانوس هند یکی از سمت‌های مهم سیاست راهگشایی سرور دولت را تشکیل داد. تلاش‌ها و کوشش‌های پیگیرانه امام علی رحمان در ساختن راه‌های نو ثابت کرد که او شخصیتی است سازنده، آبادکار، دوراندیش و سیاستمدار. این بود که سرمایه گذاری انشاءات ها و دستگیری عملی پروژه های نو شروع شد. شاهراهی هنوز ناتمام کولاب درواز علکی برای دولت و ملت فایده های اولین خود را اهدا کرد. باقی مانده از درواز تا خاروق، از خاروق تا کلمه نیست، آهسته آهسته سال به سال به سطح بین‌المللی برآورده میشه. میشود دروازه طلایی تاجیکان. سرور دولت پیوسته کار میکند، نقشه و طرح‌های نو میکشد تا سیمای پایتخت مملکت را دیگرگون سازد. دوشنبه را میخواهد پایتخت زمانوی با چهره معماری ملی سرسبز و آباد و زیبا ببیند. این روند را نه تنها راهبری میکند بلکه به واسطه در کار آبادانی آن با شوق و رغبت بی اندازه شرکت می‌ورزد. چون از آوان کودکی نهال شنانی را دوست می‌دارد، نه تنها در پایتخت بلکه در همه گوشه و کنارهای کشور باغ‌ها بنیاد می‌کند. برای آن که تاجیکستان از نگاه کمونیکاسیونی به یک کشور واحد تبدیل داده شود، شکافتن سینه عقبه‌های انضاب و شهرستان ناگزیر بود. کارشناسان این کار را غیر امکان می‌حسابیدند، اما مشکلی دیگر این بود که تا این زمان در منطقه‌های کوهستانی مملکت ما یگان عدد نقب نقلیاتی نداشتیم تا که از تجربه متخصصان و بعضی تکنیکی آن استفاده کنیم.
اما با وجود این کارهای ساختمانی در نقب استقلال شروع شد. بعداً به عملی سازی این لایحه سرمایه و متخصصان ایرانی و چینی جلب کرده شدند. سروری دولت تمام تدبیرها را اندیشید تا به مقصد نهایی خود برسد. نقب‌های استقلال و شهرستان در شمال و آزادی و ختلان در جنوب یکی از پس دیگری ساخته و مورد استفاده قرار گرفتند. Таджикистан уже реально стал, а в будущем будет еще сильнее играть свою роль как государство-транзит. Кому-то кажется это фантастическим, но обязательно это будет построена суперсовременная дорога. تنها با ساختن چنین پل‌های با اعتماد ما می توانیم شاهراه‌های کشورمان را به معیارهای بین المللی راه‌های ترانزیتی مطابق سازیم. امروز پنجمین پل از سلسله پل‌های میان تاجیکستان و افغانستان به استفاده داده می شود. هر دفعه که مراسم افتتاح پل برگزار می شود، هزاران نفر شهروندان افغانستان جمع آمده شادی و نشاط و هم رأی و همبستگی خود را از اقدامات پیشوای تاجیکان جهان امام علی رحمان اظهار می نماید. این را شما می توانید ما رای حکومت با چی پیوست کردیم تجارت می تواند به تمام دنیا پیوست شوید. راه این آینده پیشرفت و ترقیات دولت تاجیکستان است. یعنی راه این حیات است، این آبادی است، این پیشرفت است، این ترقیات است. طی سالهای استقلالیت با استفاده از واسطه‌های مالی دولتی و سرمایه خارجی بیش از 2000 کیلومتر راه‌های ماشینگرد، 25 کیلومتر نقب، 255 پل و 4 کیلومتر انشاءات محافظتی راه‌ها ساخته و به استفاده داده شد. شاهراه‌های دوشنبه چناق، وحدت جرگتال سریتاش، دوشنبه کولاب خاروخ مرغاب و دوشنبه ترسونزاده نه تنها منطقه های کشور را پیوند دائمی بخشیدند، بلکه تاجیکستان را از بنبست کمونیکاسیونی کاملا آزاد کردند. نقب‌های استقلال و شهرستان و آزادی و ختلان دیوارهای عظیم کوهستان مشکل گذر و پرمشقت و هلاکتبار را شکافتند. 5 پل نوی بین سرحدی در خدمت ملت و دولت قرار گرفت. عملی سازی لایحه‌های مذکور امکان داد که حرکت شهروندان و انتقال بار به همه 4 سمت تاجیکستان تأمین گردد. دنغره، زادگاه امام علی رحمان. پدر ایشان خلیفه رحمان زاده دیهه شندی خواست. در این منطقه پرغرور کوهستان گذشتگان او زیستند. خودش نیز همین جا میزیست تا زمانی که روزگار بر وی ضربه جان کاه زد. با نوزاد یتیمش تنها ماند.
برای روزگذرانی از دیه به دیه می رفت. مردی کاری می کرد. بابیش هم همینجا زندگانی میکرد. اماکیوش هم همیون. انا برادرها همینجا زندگانی میکرد. این همین خانواده تاوشه، همین جای خانواده. پدرش همینجا سالی 46 رفته در همین کانال بازو خیلی چند سالی. تاریخش گذاشته اگه کار کرده. با های خورتود و اون چیرا. مادر امام علی بیبی میرم در دیهه کوهستانی کول به دنیا آمده است. این طبیعتی بیکر در آن روزگار منظره‌ای بس زیبا و جاذبه‌دار بود. زیبایی این دیار در وجودش نفوذ کرد و او این زیبایی را به فرزندانش انتقال داد. هنوز جوان زنی بیش نبود که با یگانه فرزندش تنها ماند. بار گران زندگی با همه سختی‌هایش بر شانه‌های نازکش فرود آمد. قنقرتود در آن سالها دیهه‌ای پربرکت با چراگاه‌های وسیع، چشمه‌های روان بود. بابای رحمان پس از سرگشتگی‌های زیاد یک روزی خدا خود را در این دیه دید. بیبی میرم را نیز روزگاری نابسامان به قنقرتود آورد. در همین دیه رحمان به میرم پیشنهاد ازدواج داد. اراده خداوند بر همین رفته بود. و اخیراً در همان جایی که امام علی به دنیا آمد ریاست کلخاس باغ نو بنیاد کرد و باغبانیش را به عهده بابای رحمان گذاشت. پشت خانه مونده یک خوری شتگی بود. انا خوری مرده 3-4 باشه هم تا موندن آخه به صاحب. بعد همون چیزی که بخب میکرد همون رو میداد میگفت بگیرین همین سگرها رو نگاه بکرین که نمبرن کشتگی. هم پنسیش خونه نمیبرد میدادم و تقسیم میکرد. بعد میگو میرم میگو چی میگو من یک کار کردم جنجال نمیکنی نمیزخی میگو چی میگو من پنسیوم همسرم سگرهای همسر رو با کمبغلشونم با ناداریشونم با نابودی همون دایر به همون زمانم نه که اونا باشم با نان نمک بدن اینطوری آدم به نان نمک میشید این درجه در نمیرسن. امام علی در همین جا به دنیا آمده است. شیرینی های ایام کودکی را چشیده است. با همین مردم عادی زحمتکش کلان شده و کار و زندگی کرده است. از پدر روحانیت و معنویات و شرافتمندی و سخاوتمندی را میراث برده است. از مادر باشد پاک طینتی و پاک زبانی، عدالت خواهی و احساس درک زیبایی و شناخت طبیعت شفابخش دیار را. دستکاتان درد نبینه. آوی خیلی نداره. چپاتی را هر عورت خطا نمیکنه. گوش کن. نمیاد در شنبه یک جدا یک دکان کنم بتون که همین چپاتی که میوانی آمادگی را باید کنیم. خب کوچه هم بتونی کوچه. ما هم که بچه هم ریزرو از میتلدی با پشت پنو ای ما حریفون باش. عملو تصور نگاری همه در اینا میخواهیم یک کار بینم شکرات بینم یک پیشکتا خود یگان خدمت نیست؟ نه بون بدم ما دیوال کرده میتونم. خدا بکنم نه نه این بشوی
55 پادشاه اسلامی جهان همون جبران همون بدخط همون تلویزیون تماشا کردن هر یک سخن شما را همون پادشاه به خرسخ پیشواز کردن و شما را ایستاد. نفری که با دست خودش با منت حلال خودش مکتب تمام کرد، راهبر شد، با خلق بود، امروز بعد در سطح بلند یا اون نوربون بلند برآمدگیش اون چیزای پایین در زینه اول فراموش نمی‌کنه. برای همین قدر انسان را، قدر شخصی مهنت قرین را، قدر آدمی که دلش صاف است بسیار هم بالا می‌داند و او را بزرگاشان را همچون پدر، جواناشان را همچون писар احترام می‌کرد. Кстати, это к тому, что он вышел из народа. Выйдя из народа, он не забыл и не прервал вот эту удивительную связь с народом, из которого он вышел. И поэтому этот народ ответил ему любовью, доверием. مسئولیت‌های خوب دادند که پسرم تو در کدام عائله تربیت یافتی چگونه روزگار داشتی فراموش نکن با مردم غمخوار باش. تاکید کردند که بچه‌ام زبان پاک داشته باشه. حیات تیز می‌گذرد. بسیار زندگی تیز می‌گذرد. مثل آب روان، آب دریا. همین قدر تیز می‌گذرد. خدای تعالی بنده را هست کرده است، آب داده است، زمین داده است، عقل داده است. نعمت‌های خدا داد. محنت کن، حرکت کن، از من برکت، زندگی تبین. خورشیدان گرچه کوهستانی است، کم زمین است میگیم، بعضا مینالند. از این نالیدن در کار نیست. خدای تعالی ما را کوه هم داده است و از همه نعمت بی‌باهای خدا داد آب هم داده است. قرآن کریم در آیه مبارکه 45 سوره نور آید به عنصر اصلی حیات در روی زمین می‌فرماید خداوند همه موجودات زنده را از آب آفرید. زندگی بی آب وزنین است.
آب را اداره باید کرد تا زمین‌های تشنه‌لب آبیاری گردیده به منفعت خلق و دولت استفاده گردد. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обратил внимание на одну очень важную тему воды. Именно тогда я почувствовал, насколько прозорливыми оказались идеи, заложенные в его выступлении в 1999 году с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2003 года Международным годом воды. Именно эта тема стала одной из 8 ключевых тем, связанных с целью развития тысячелетия. در عرصه سیاسی بین المللی موضوع نوی وارد بحث و گفتگو گردید که مؤلف آن سرور دولت تاجیکستان است. همین طور سالهای 2005-2015 را سازمان ملل متحد 10 ساله عملیات آب برای حیات اعلام کرد. در مملکت تدبیرهای زیاد عملی گردید. دهها انشاءات برای ذخیره و صافکاری آب و خطهای انتقال آب آشامیدنی در شهرها و دهات کشور ساخته و مورد استفاده مردم قرار گرفتند. امروز در جهان تقریباً 1 میلیارد آدمان به آب تازه آشامیدنی و 2.5 میلیارد آدمان به شرایط اساسی بهداشت دسترسی ندارند. هر سال آفت‌های طبیعی مربوط به آب به اندازه بیش از 60 میلیارد دلار آمریکایی خسارات اقتصادی وارد می‌سازد. خشکسالی و بیابانشوی منبع واسطه های زندگی زیاده از 1 میلیارد و 200 میلیون آدم را در جهان زیر خوف و خطر قرار می دهد. مناقشات کشورها بر سر منبع‌های آب وضعیت به این هم مرکب سیاسی جهان را باز هم پیچیده‌تر می‌کند. پیشنهادهای امام علی رحمان آید به مسائل آب در نحوه برخورد سیاستمداران با پرابلم مذکور یک رویکرد کاملا نو و تکان جدی به عمل آورد. با سبب تغییریابی اقلیمی در حدود تاجیکستان که زیاده از 14,000 پیریخ‌ها موجود بود، در ظرف 50 سال 1000 عدد آن از بین پوره رفت. امروز 13,000 پیریخ‌ها باقی ماندند و آبشوی پیریخ‌ها خیلی زیاد است. طی 50 سال اخیر با سبب تغییریابی اقلیم در کره زمین سرعت آبشوی پیریخ‌ها در قله‌های بلند شدت می‌گیرد. کوه‌های آسمانبوس پامیر که برحق بام جهان است آسیب از همه بیشتر می‌بینند. این تهدید جدی نه تنها خطر رخ دادن آفت‌های طبیعی را در تاجیکستان به وجود می‌آورد، بلکه تهدید جدی برای کشورهای منطقه و جهان میباشد.
امامعلی رحمان به صفت یک پیشوای جهانی آید به مسئله آب بیش از 16 سال است که از منبرهای بلند بین المللی توجه جامعه جهانی را به حل این مسئله ها جلب می نماید. I would like to invite His Excellency Emomali Rahmon, the President of the Republic of Tajikistan, up on stage of congratulations. Please welcome His Excellency with a big round of applause. خانم محترم پرزیدنت جمهوری کره، محترم جناب رئیس، خانم ها و جنابان، هرچند که در چارچوب هدفهای رشد 1000 ساله دایر به حل مسائل آب پیشرفت معینی به دست آمده است، ولی تهدید و خطرهای معاصر گلوبالی از ما سعی و تلاش بیشتر تقاضا دارند. از این لحاظ تأسیس دادن فاندهای گوناگون ملی و منطقوی و گلوبالی اقدامات سری وقتی خواهند بود. دیگر سمت مهمی فعالیت منبع ما باید به سوی اقتصادی سبز روانه کرده شود که در این عرصه ذخیره آب به حیث منبع تجدید شونده نیروی برق باید موقع ارزنده داشته باشد. امسال 10 ساله بین المللی عملیات آب برای حیات سالهای 2005-2015 به انجام میرسد. با در نظر داشت این پیشنهاد می نمایم که 10 ساله دوم بین المللی تحت شعار آب به خاطر رشد استوار اعلان کرده شد. پس از پیشنهاد نوبتی پرزیدنت ما در کره جنوبی، پیشوایان و فعالان جمعیتی زیاده از همه گوشه و کنارهای عالم به تاجیکستان آمدند. هیئت کلان سازمان ملل متحد را در این سفر دبیر کل آن جناب پان گی مون راهبری نمود. به شرافت سیاست سازنده سرور ما، مسئله های مربوط به آب مسئله عمده عمومی بشری گردید. طی این 10 ساله تاجیکستان به عرصه اساسی ملاقات و همایش‌های بین المللی تبدیل یافت. در دوشنبه بار دیگر امامعلی رحمان راجع به حل مسئله استفاده ذخیره‌های آبی در بخش‌های انرژتیک و کشاورزی و متمرکز کردن سعی و تلاش و مبلغ گذاری کشورها جهت پیشگیری فاجعه های اکولوژی حاضرین را به همکاری دعوت نمود. من میخواهم به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برای صدا بلند کردنشان آید به مسئله های آب در جهان اظهار سپاس نمایم. من منت دارم از جناب پرزیدنت و من این فرصت را تحفه نمودم که از تماشای این طبیعت افسانوی و آبهای مصفا لذت برم. آب حیات است. آب این یک قسمت بسیار مهم زندگی ماست. واقعا هم شما ملت خوشبختید، زیرا سرچشمه های بزرگ آب تازه را در اختیار دارید. من اطمینان دارم که این دارایی برای شکوفایی وطن شما، منطقه و جهان استفاده خواهد شد. باید تذکر داد که پیشوای ملت پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان پیشنهاد خود را که در چهارچوبه فورم هفتم عمومی جهانی آب صدا داده بود، بار دیگر در مباحثات عمومی
اجلاسیه 72 مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 29 سپتامبر سال جاری به میان گذاشته اظهار اطمینان نمود که اعلان نمودن 10 ساله نوی بین المللی آب بهر رشد استوار وسیله مهم دستیابی به هدفهای رشد استوار مربوط به آب خواهد گشت. طوری که پرزیدنت ما امام علی رحمان میگوید در حقیقت خداوند به تاجیکستان ذخیره‌های عظیم آب زلال را عطا کرده است. کشور ما که 93% حدود آن را کوههای بلندترین جهان اشغال می‌نماید با داشتن ذخیره‌های بزرگ هیدروانرژتیکی برای تولید نیروی برق یکی از غنی‌ترین دولت‌های عالم حساب می‌یابد. مسئله استفاده ذخیره‌های آبی یکی از سمت‌های اساسی سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. تاجیکستان قادر است همه کشورهای منطقه را با برق از نگاه اکولوژی تازه تأمین نماید. دولت استفاده ذخیره‌های آبی را در رشد ساحه انرژتیکا هدف اصلی خود قرار داد و بنیاد نمودن سلسله نیروگاه‌های برقی را در مجرای دریاهای وخش و پنج و زرافشان طرح‌ریزی نمود. با جلب سرمایه‌های فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران ساختمان نیروگاه‌های برقی آبی سانکتودا 1 و سانکتودا 2 شروع گردید. برای تأمین نمودن این انشاءات‌های بزرگ با مصالح ساختمانی وطنی خصوصاً سیمنت خوشصفت که در ساختن استحکامات نیروگاه اهمیت کلان دارد، کارخانه تاجیک سیمنت با اقتدار استحصالی بیشتر فعال کرده شد. این نیروگاه‌ها برای ملت ما آنقدر اهمیت کلان داشتند که هنگام به کار انداختن آنها سابق پرزیدنت فدراسیون روسیه دمیتری مدویدف و سابق رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد به شادی و خرسندی ما شریک شدند. فعال گردیدن این نیروگاه‌ها در تأمین نمودن احتیاجات انرژتیکی مملکت نقش کلان بازیدند. آن کس علاقه حس کرده بودند که ساله می شود که از حلقه انرژتیکی دیگر کشورها برآمده نشان می‌دهد. وقتی که چنین حادثه به عمل می آید پوره ولایت سو بی برق میماند، لیکن جناب عالی در یک مدتی کوتاه توانستند چنین خط برقی بلند شدتی شمال جنوب را ساخته به استفاده دهیم. قریب که همان روزها دیگر کشورها از آسیای میانه از حلقه انرژتیکی برآمده. ساختن خط انتقال برق بلند شدت 500 کیلوولتی جنوب شمال به انجام رسید. با همین شبکه یگانه انرژتیکی تاجیکستان به فعالیت آغاز کرد. احتیاجات پره ولایت سوت به نیروی برق در یک شبانه روز 14 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد، ولی قابلیت برقگزارانی خط جنوب شمال در یک شبانه روز به 27 میلیون کیلووات ساعت برابر است. هر دولت صاحب استقلال تا خود دستگاه بزرگ هر کشوری که آینده میخواهد پیشرفت و ترقی داشته باشد حتما خود را باید با قوای برق تامین
نیروگاه برق آبی راغون. طبق نقشه چرخه اولین نیروگاه سال 1993 باید به کار انداخته می شد. اما به علت تیز و تند شدن وضعیت سیاسی تاجیکستان سال 1990 کارهای ساختمانی در نیروگاه قطع گردید. После развала Советского Союза все, что там было, все это растащили. Слушайте, я не представляю, куда делись столько машин, механизмов. Шагающий экскаватор исчез с этой стройки. И теперь Эмомали Рахмону надо было все это заново обдумать, как туда достать технику, за что, на какие деньги покупать, на какие деньги строить эту станцию. امامعلی رحمان بسیار تلاش ها کرد که ساختمان راغون را احیا کند. سروری دولت مبلغ پیدا کرده برای آغاز کار تکنیک خرید. برای تاجیکستان راغون لایحه حیاتاً مهم بوده. به آن مسئله اولین درجه پیشرفت اقتصادی جمهوری وابسته است. هر یک سامانه‌ای که ما خراجات میکنیم بدونی از کی است. هم خلق عادی است. شکمش نان نخورد و فرزندش لباس نگرفت و با سهمیه گرفتی نیروگاه تیسر شد و پرابلمای اساسی خلق ملت تاجیک است. شما فرزندای تاجیک هستید. وطندار است. هر یک ساختمان باید نمیده احساس کنید. امامعلی رحمان همه نیرو و غیرت و همت خیش را روی ساختمان راغون گذاشته است. امروز هر فردی که در این کارستان بزرگ زحمت میکشد احساس میکند که مسئولیت عظیمی را در نزد ملت، در نزد آیندگان بر دوش دارد. کار در راغون در دل سازندگان آن احساس عمیق مهنت دوستی، ننگ و ناموس وطنداری و قهرمانی را بیدار کرده است. آرزو امید ما همین است که خدای تعالی نکشه و مثلا همین چرخ اول گردان کنیم. پایان ساختمان راغون پایان رنج‌های ملت است. راغون نور است که دل و دیده و منزل و مکان ما را روشن می‌کند. نیروی است که اقتدار کشور ما را افزون می‌گرداند. نیروگاه راغون نه از نگاه اقتصادی و نه از نگاه اکولوژی به یگان کشوری منطقه زیان نخواهد آورد، بلکه برعکس راغون عاملی مهمی خواهد گشت در رشد منطقه. در تاریخ ساختمان راغون امروز روزی مخصوص است. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز یکی از مهمترین کارهای به عمل می آید که همه منتظر اجرای آنند. آغاز بنیاد سربند نیروگاه برق آبی راغون. سازنده راغون اساسگزار صلح و وحدت ملی
пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон савори булдозери вазнин расо 1.5 соат бо пеш кардани сангу шағал маҷрои дарёи вахшро баста ба бунёди сарбанди нерӯгоҳи барқи обии ровун ки ҳаёту мамот барои мардуми тоҷикистон аст асос гузошт. امامعلی رحمان در آغوش این زیبایی ها بزرگ شده است. یک لحظه به عالم خاطرات کودکی رفت. خانه پدری، دوستان و پیوندان ایام کودکی، آنهایی که لحظه های اندوه و خرسندی را با هم می دیدند، او را به خود می کشند. акаи нуриддин ягона бародари эмомалӣ раҳмон аст. нуриддин ки солҳои зиёд механизатори пешқадам буд, ҳоло бо деҳқонӣ машғул ва сарвари хоҷагии деҳқонӣ аст. бародарон якдигарро дер мебинанд, вале якдигарро аз дур эҳсос мекунанд. ҳоло баъд аз дидори хишовандону ҳамсоягону ҳамдарсон фурсате даст дод ки бо ҳамдигар бишинанду суҳбат кунанд. як лаҳзае ки аст озодтар вақти гирки дорем бо ҳамсинфон, бо ҳамкороне ки дар ин хоҷагӣ бо ман сару кор доштанд, бо холои худам тағоён, бародари худ. ба ҳар ҳол инам ғанимат аст. яна дар соли 59 сола аъзои фахри хоҷагӣ шудем, кор кардем.
این کسا باید که خطیم خمپری مادر کاره خورایی در بسیارتر نجیم بدن مادرم بیدار میکرد پسرم پیز حلاو کن چای کن مکتب رفتن در کار خانه های محلی داشتیم در اینجا زمستان های سرد بود حالا اون زمستان ها نیست برف های زیاد میبارد بالای بام از برف رفتن در کار تازه کردن در کار نباشد خانه فرو میزد همین که زندگی رو آهسته آهسته پیش بردیم اول خانه رو در کردیم بعد این کسی باید ما رسان با ما خانه کردیم این خانه که میبینید همین سنگی دو کس میشیشتیم تلشکده بعدی ساعتهای کاری شمانه دست میشیشتیم سنگ تلشکده برو میکردیم و آورده در اینجا کوال خطی مایده ما اول اقلام نمیگیم که سنگ مایده کرده میشود سنگ میشکنه وقتی که متخصصا یاد دادن کوال در شکل داشتن در کار در کجا زدن در کار سنگ دو کوال میزه سنگ همین گیمگی پای دیوار همین با دست خودمون کرده است سال 57 اکم عسکری بودم خاندار کردیم همه یک ماه هم زندگی نکردم برادر ما نه از دریا دارم اکای کلامی اولا دورشویش نه از دریا دارم سبب ناآمدی کار اومدی اکم بندگی کرد امام علی در همان آوان کودکی با غم و اندوهی گران روبرو شد باری اول درک کرد که غم چیست بیکسی چیست ناعلاجی چیست جسد برادر خود را پدر و مادر من آورده نتوانست از کمبغلی از ناعلاجی از ناداری و کسی هم کمک نکرد و در آنجا به خاک سپردند مادرم یک بار موی سرش هم سفید شد در غم و اندوه بودن دائما هیچ باور نداشتن که فرزندش نیست خبر بود که باشم پدر شکست نداره قنات پدر چه همین خیل عذاب و مشقت وای خطی آهسته آهسته یک جایه در یک جایگی کار کردیم ریسک روزیمون را پیدا کردیم ما بیکاری مادرمون را ندیدیم کور پیر بودم پاش چون بگی یک گله میکنم بسیار چپاتی بسیار خواهاتی میپختن تحمال خوب میکردن شیر میجوشاندن طبق می آوردن میریختن شیر در آنش کمتر مسکه نان ریزه میکردن و فطیره دیگر کمتر دوغ همین در نظرم از اون در حاضر شیرین یا که دیگر چیزی خوردن نبود اومده که اون جمعه بجون بگو یک تیزاوه کردم کلوبی هم چور خراب نکردم تیزاوه در میموندم افوک خدا رفته چه کتا کرده صحبت تا یک پاس شب دوام کرد یادی گذشته یادی پدر و مادر یادی برادر یادی لحظه های تلخ و شیرین زندگی معلوم است که در صحبت برادر خستگیش را برآورد ما وطن خودمان آباد کردن ماندن بنیاد کردن ماندن سطح زندگی اهالی مملکت را خوبتر و بهتر گردانیم زحمت کشیم یگان آدم از بیرون آمده برای ما شما وطن آباد نمی کند خودم ها کردن ماندن با امیدی دیگران نشوید این وطن اجدادی از ما شما است این وظیفه مقدس هر یک فردی با ننگ و ناموسی ملت و خلق تاجیکستان است که این سرزمین را دوست داریم با قلبمان دوست داریم با کار و رفتار و کردارمان اثبات کنیم که بر حق ما صاحب وطن هستیم
ما صاحب این مرز و بوم هستیم. مقدس است. ما باید وطن خود را احتیاط کنیم تا که دست بدخواهان و جنایتکاران به سوی آن دراز نگردد. ما فاجعه های بر سرمان آمده را فراموش نکرده ایم. سالهای بی سر و سامانی، بی حاکمیتی، جنگ، فقر، گرسنگی و بدبختی ها را ما فراموش نکرده ایم که پیشوای ما به خاطر روزگار امن و آسوده و خوشبختی ما شب و روز جانبازی ها کرد. او شخصی است که بعد از 1000 سال روح فرهنگ و تمدن ساز این ملتی صاحب کتاب زحمتکش را احیا نمود. او سرور ماست که همیشه تکرار می کند جلوی مملکت ما معرفت است، معرفتی که خودشناسی ملی ما را بالا می برد، جهل و نادانی را ریشه‌کن می کند و زندگی را عرصه عمل انسان های کامل قرار می دهد. خوردی؟ دیگه بیا گرم میکنی دیگه
سفری تاریخی شد. یا چیکار گفتن عقبه انزاب اگر محکم نباشد میگذاریم، نباشد نمیشه. نزدیک عقبه انزاب آمده این ابرها محکم. در جناب یارو میگردیم. مردم از سفر من هیچ گاه نگشتم. سوار کردیم بریم. آمدیم این پنجکین. جناب یاری نقد شروان نمیره. هم موشی قطعی میریم. خر قطعی میریم. از قطعی میریم. شما بارا نترسونید. آباد کردن آماده کن. بنیاد کردن آماده. ساختن آماده کن. امروز از یک کشور سه پارچه تقسیم با یک دولتی واحد ساختیم. یک دولتی واحدی تمام منطقه های کشور با هم با یکدیگر پیوست کردیم. امام علی رحمان در جهان معاصر یکی از سیاستمداران معروف است. در آخر سالهای 90 نسبت به وی تخم ناباوری کاشتند. او این ضربه ها را تحمل کرد، بلکه در این نبرد استوارتر شد. مردم به او همچنان که به معمار صلح باور داشت، به معمار دولتداری نوی تاجیکان نیز باور کرد. راه برای ما با همه سختی هایش حیات است، رمز است، نجات است. راه های بیراه، راه های سنگین و پرمشقت، کوه های سربفلک در طول تاریخ بهترین محافظ ما بودند. اما همین دیوارهای عظیم خود ما را نیز از خودمان جدا می کردند. یک سبب بدبختی جنگ شهروندی تاجیکستان هم همین بود. هر کس در دره خود، در منطقه خود، یعنی این یک بهانه بود با اما محلات جدا شدن. راه ها هست، رفت آمد می شود، خیش تباری می شود، یار و دوستی بین مردمان می گردد، مردم را با هم نزدیک می کند. امام علی رحمان با تمام هستی درک نمود که یگانه راه نجات از این ورطه هلاکتبار راه سازی است. زندگی هم همین را تقاضا میکرد. راه باید ساخت، زیرا در آخر عصر 20 در آن مرحله سرنوشت ساز ما را بار دیگر در تنگنا قرار دادند تا ما را همچون ملت از روی زمین پاک کنند. رنج های این محاصره را هر شهروند تاجیکستان خوب در یاد دارد. در آن وضعیت بحرانی یگانه راهی که ما را می توانست نجات دهد راه ساختن به سوی کشور چین بود. چند طول نکشید که ماشین های پربار در مسیرهای این راه نو به حرکت در آمدند. اگر راه را نمی ساختیم با قولای بلند کوههای بدخشان در سطح 4600 متر با کلمه راه شدیم. اولی راه کشادگی ماست با چین. این راه ها اگر نمیشد حاضر وضعیت اقتصادی ما، وضعیت اجتماعی ما، مشکل های اجتماعی ما خیلی زیاد میشه. یکی از دشوارترین منطقه های کوهی برای راهسازی طلسم دیودره بود در سمت شوراباد درواز. صخره‌های عظیم این موضع در دل هر مسافر ترس و دهشت می انداختند.
آدمان زیادی هنگام گذر از این موضع جان شیرین خود را از دست داده‌اند. من چند بار سفر داشتم از طرف شوراباد و از طرف خود نایه درواز. قریب که در اونجا راه ماشینگرد وجود نداشت، در بعض جا پای پیاده. ما همون تا قسمت های دیودره که در همون زمان نام داشت آماده بودیم و دیدیم که چی وضعیت است. ما بعد همون دوره وضعیت بسیار مالی اقتصادی ما وضعی بود، قرار قبول کردن، مبلغ جدا کردن درباره بنیاد راه شوراباد درواز. بعدا آهسته آهسته تکنیک متخصصان را پرداختیم. بعدا لایحه را درست طراحی کردن با سرمجلب سرمایه خارجی. راهسازی وارد مرحله دیگر. بنیاد راهها توسط افغانستان به پاکستان و همین طریق برآمدن به حوزه اقیانوس هند یکی از سمت‌های مهم سیاست راهگشایی سرور دولت را تشکیل داد. تلاش‌ها و کوشش‌های پیگیرانه امام علی رحمان در ساختن راه‌های نو ثابت کرد که او شخصیتی است سازنده، آبادکار، دوراندیش و سیاستمدار. این بود که سرمایه گذاری انشاءات ها و دستگیری عملی پروژه های نو شروع شد. شاهراه هنوز ناتمام کولاب درواز علکی برای دولت و ملت فایده های اولین خود را اهدا کرد. باقی مانده از درواز تا خاروق، از خاروق تا کرمان نیست آهسته آهسته سال به سال به سطح بین المللی برآورده میشه. میشود دروازه طلایی تاجیکان. سرور دولت پیوسته کار میکند، نقشه و طرح‌های نو میکشد تا سیمای پایتخت مملکت را دیگرگون سازد. دوشنبه را میخواهد پایتخت زمانوی با چهره معماری ملی سرسبز و آباد و زیبا ببیند. این روند را نه تنها راهبری میکند بلکه به واسطه در کار آبادانی آن با شوق و رغبتی به اندازه شرکت می‌ورزد. چون از آوان کودکی نهال شنانی را دوست می‌دارد، نه تنها در پایتخت بلکه در همه گوشه و کنارهای کشور باغ‌ها بنیاد می‌کند. برای آنکه تاجیکستان از نگاه کمونیکاسیونی به یک کشور واحد تبدیل داده شود، شکافتن سینه عقبه‌های انزاب و شهرستان ناگزیر بود. کارشناسان این کار را غیر امکان می‌حسابیدند، اما مشکلی دیگر این بود که تا این زمان در منطقه‌های کوهستانی مملکت ما یگان عدد نقب نقلیاتی نداشتیم تا که از تجربه متخصصان و بعضی تکنیکی آن استفاده کنیم.
اما با وجود این کارهای ساختمانی در نقب استقلال شروع شد. بعداً به عملی سازی این لایحه سرمایه و متخصصان ایرانی و چینی جلب کرده شدند. سروری دولت تمام تدبیرها را اندیشید تا به مقصد نهایی خود برسد. نقب‌های استقلال و شهرستان در شمال و آزادی و ختلان در جنوب یکی از پس دیگری ساخته و مورد استفاده قرار گرفتند. Таджикистан уже реально стал, а в будущем будет еще сильнее играть свою роль как государство-транзит. Кому-то кажется это фантастическим, но обязательно это будет построена суперсовременная дорога. تنها با ساختن چنین پل‌های با اعتماد ما می توانیم شاهراه‌های کشورمان را به معیارهای بین المللی راه‌های ترانزیتی مطابق سازیم. امروز پنجمین پل از سلسله پل‌های میان تاجیکستان و افغانستان به استفاده داده می شود. هر دفعه که مراسم افتتاح پل برگزار می شود، هزاران نفر شهروندان افغانستان جمع آمده شادی و نشاط و همرأیی و همبستگی خود را از اقدامات پیشوای تاجیکان جهان امام علی رحمان اظهار می نماید. و این را شما می توانید ما را حکومت با چی پیوست کردیم؟ تجارت می تواند با تمام دنیا پیوست شوید. راه این آینده پیشرفت و ترقیات دولت تاجیکستان است. یعنی راه این حیات است، این آبادی است، این پیشرفت است، این ترقیات است. طی سالهای استقلالیت با استفاده از واسطه‌های مالی دولتی و سرمایه خارجی بیش از 2000 کیلومتر راه‌های ماشینگرد، 25 کیلومتر نقب، 255 پل و 4 کیلومتر انشاءات محافظتی راه‌ها ساخته و به استفاده داده شد. شاهراه‌های دوشنبه چناق، وحدت جرگتال سریتاش، دوشنبه کولاب خاروق مرغاب و دوشنبه ترسونزاده نه تنها منطقه‌های کشور را پیوند دائمی بخشیدند، بلکه تاجیکستان را از بنبست کمونیکاسیونی کاملا آزاد کردند. نقب‌های استقلال و شهرستان و آزادی و ختلان دیوارهای عظیم کوهستان مشکل گذر و پرمشقت و هلاکتبار را شکافتند. 5 پل نوی بین سرحدی در خدمت ملت و دولت قرار گرفت. عملی سازی لایحه‌های مذکور امکان داد که حرکت شهروندان و انتقال بار به همه 4 سمت تاجیکستان تأمین گردد. دنغره، زادگاه امام علی رحمان. پدر ایشان خلیفه رحمان زاده دیهه شندی خواست. در این منطقه پرغرور کوهستان گذشتگان او زیستند. خودش نیز همین جا میزیست تا زمانی که روزگار بر وی ضربه جان کاه زد. با نوزاد یتیمش تنها ماند.
برای روزگذرانی از دیه به دیه می رفت. مردی کاری می کرد. بابیش هم همینجا زندگانی میکرد، اما کیوش هم همیو برادر ها همینجا زندگانی میکرد. این همین خانه ها داشته، این همین جای خانه ها. پدرش همینجا سالی 46 رفته در همین کانال بازو خیلی چند سالی تاریخش گذاشته اگه کار کرده. با هرتوت و اون چیرا مادر امام علی بیبی میرم در دیهه کوهستانی کول به دنیا آمده است. این طبیعتی بیکر در آن روزگار منظره‌ای بس زیبا و جاذبه‌دار بود. زیبایی این دیار در وجودش نفوذ کرد و او این زیبایی را به فرزندانش انتقال داد. هنوز جوان زنی بیش نبود که با یگانه فرزندش تنها ماند. بار گران زندگی با همه سختی‌هایش بر شانه‌های نازکش فرود آمد. قنقرتوت در آن سالها دیهه‌ای پربرکت با چراگاه‌های وسیع، چشمه‌های روان بود. بابای رحمان پس از سرگشتگی‌های زیاد یک روزی خدا خود را در این دیه دید. بیبی میرم را نیز روزگاری نابسامان به قنقرتوت آورد. در همین دیه رحمان به میرم پیشنهاد ازدواج داد. اراده خداوند بر همین رفته بود. و اخیراً در همان جایی که امام علی به دنیا آمد ریاست کلخاس باغ نو بنیاد کرد و باغبانیش را به عهده بابای رحمان گذاشت. پشت خانه مونده یک خورشتگی بود. انا خوری مردک 3-4 باشه هم تا موندن آخه به صاحب. و همون چیزی که به خب میکرد همون را میداد میگفت بگیرین همین سگرها رو نگاه بکنین که نمرن کشتگی. هم پنسیش خونه نمیبرد، میدادم و تقسیم میکرد. بعد میگو میرم، میگو چی میگو من یک کار کردم جنجال نمیکنی نمیزخی میگو چی میگو من پنسوم همسرم سگرهای همسر رو با کمبغلیشونم با ناداریشونم با نوبدی همون دایر به همون زمانم نه که اونا باشم با نان نمک بدن اینطوری آدم به نان نمک میشید این درجه در نمیرسن. امام علی در همین جا به دنیا آمده است. شیرینی‌های ایام کودکی را چشیده است. با همین مردم عادی زحمتکش کلان شده و کار و زندگی کرده است. از پدر روحانیت و معنویات و شرافتمندی و سخاوتمندی را میراث برده است. از مادر باشد پاک طینتی و پاک زبانی، عدالت خواهی و احساس درک زیبایی و شناخت طبیعت شفابخش دیار را. دستکاتان درد نبینه. آوی خیلی نداره. چپاتی را هر عورت نمیتونه. گوش کن. میره در شنبه یک جدا یک دکان کنم بتون که همین چپاتی که میوانی آمدگی را باید کنی. خب کوچه هم بتونی کوچه. ما هم که بچه هم میرید رو از میخلدی با پشت پانو ای ما خریدون باش. هم سمالو تطور نگاری هم باز از ایرپورت میخوادیم یک خداوند مینم شکرات مینم. یک پیشکتا خورد. یگان خدمت نیست؟ نه بوم ما دیوال کرده میتونم. 55
پادشاه اسلامی جهان همون جبران همون بدخط همون تلویزیون تماشا کردن هر یک سخن شما را همون پادشاه به خرسخ پیشواز کردن و شما را ایستاده نفری که با دست خودش با منت حلال خودش دیگر سمت مهمی فعالیت میانبرده ما باید به سوی اقتصادی سبز روانه کرده شود که در این عرصه ذخیره‌های آب به حیث منبع تجدید شونده نیروی برق باید موقع ارزنده داشته باشد. امسال 10 ساله بین المللی عملیات آب برای حیات سالهای 2005-2015 به انجام میرسد. با در نظر داشت این پیشنهاد می نمایم که 10 ساله دوم بین المللی تحت شعار آب به خاطر رشد استوار اعلان کرده شد. پس از پیشنهاد نوبتی پرزیدنت ما در کره جنوبی، پیشوایان و فعالان جمعیتی زیاده از همه گوشه و کنارهای عالم به تاجیکستان آمدند. هیئت کلان سازمان ملل متحد را در این سفر دبیر کل آن جناب پان گی مون راهبری نمود. به شرافت سیاست سازنده سرور ما، مسئله های مربوط به آب مسئله عمده عمومی بشری گردید. طی این 10 ساله تاجیکستان به عرصه اساسی ملاقات و همایش‌های بین المللی تبدیل یافت. در دوشنبه بار دیگر امام علی رحمان راجع به حل مسئله استفاده ذخیره‌های آبی در بخش‌های انرژتیک و کشاورزی و متمرکز کردن سعی و تلاش و مبلغ گذاری کشورها جهت پیشگیری فاجعه های اکولوژی حاضرین را به همکاری دعوت نمود. من میخواهم به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان برای صدا بلند کردنشان آید به مسئله های آب در جهان اظهار سپاس نمایم. من منت دارم از جناب پرزیدنت و من این فرصت را تحفه نمودم که از تماشای این طبیعت افسانوی و آبهای مصفا لذت برم. آب حیات است. آب این یک قسمت بسیار مهم زندگی ماست. واقعا هم شما ملت خوشبختید، زیرا سرچشمه های بزرگ آب تازه را در اختیار دارید. من اطمینان دارم که این دارایی برای شکوفایی وطن شما، منطقه و جهان استفاده خواهد شد. باید تذکر داد که پیشوای ملت پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان پیشنهاد خود را که در چهارچوبه فورم 7 عمومی جهانی آب صدا داده بود، بار دیگر در مباحثات عمومی اجلاسیه 70 مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 29 سپتامبر سال جاری به میان گذاشته اظهار اطمینان نمود که اعلان نمودن 10 ساله نوی بین المللی آب بهر رشد استوار وسیله مهم دستیابی به هدفهای رشد استوار مربوط به آب خواهد گشت.
тавре ки президенти мо имомалӣ раҳмон мегӯяд, дар ҳақиқат худованд ба тоҷикистон захираҳои азими оби зулолро ато кардааст. кишвари мо ки 93% ҳудуди онро кӯҳҳои баландтарини ҷаҳон ишғол менамояд, бо доштани захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ барои тавлиди нерӯи барқ яке аз ғанитарин давлатҳои олам ҳисоб меёбад. масъалаи истифодаи захираҳои обӣ яке аз самтҳои асосии сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. тоҷикистон қодир аст ҳамаи кишварҳои минтақаро бо барқи аз нигоҳи экологӣ тоза таъмин намояд. давлат истифодаи захираҳои обиро дар рушди соҳаи энергетика ҳадафи аслии худ қарор дод ва бунёд намудани силсилаи нерӯгоҳҳои барқиро дар маҷрои дарёҳои вахшу панҷ ва зарафшон тарҳрезӣ намуд. бо ҷалби сармояҳои федератсияи русия ва ҷумҳурии исломии эрон сохтмони нерӯгоҳҳои барқи обии Санктӯда-1 ва Санктӯда-2 шурӯъ гардид. барои таъмин намудани ин иншоотҳои бузург бо масолиҳи сохтмонии ватанӣ, хусусан сементи хушсифат ки дар сохтани истеҳкомоти нерӯгоҳ аҳамияти калон дорад, корхонаи тоҷиксемент бо иқтидори истеҳсолии бештар фаъол карда шуд. ин нерӯгоҳҳо барои миллати мо он қадар аҳамияти калон доштанд ки ҳангоми ба кор андохтани онҳо собиқ президенти федератсияи русия Дмитрий Медведев ва собиқ раиси ҷумҳурии исломии Эрон Маҳмуди Аҳмадинажод ба шодиву хурсандии мо шарик шуданд. фаъол гардидани ин нерӯгоҳҳо дар таъмин намудани эҳтиёҷоти энергетикии мамлакат нақши калон бозиданд. он кас аллакай ҳис карда буданд ки соле мешавад ки аз ҳалқаи энергетикии дигар кишварҳо баромаданашон буд. вақте ки чунин ҳодиса ба амал меояд, пурра вилояти су бебарқ мемонад. лекин ҷаноби олӣ дар як муддати кӯтоҳ тавонистанд чунин хати барқии баландшиддати шимол-ҷанубро сохта ба истифода диҳем. қариб ки ҳамон рӯзҳо дигар кишварҳо аз осиёи миёна аз ҳалқаи энергетикӣ баромаданд. сохтани хатти интиқоли барқи баландшиддати 500 киловолтаи ҷануб-шимол ба анҷом расид. бо ҳамин шабакаи ягонаи энергетикии тоҷикистон ба фаъолият оғоз кард. эҳтиёҷоти пурраи вилояти Суд ба нерӯи барқ дар як шабонарӯз 14 миллион киловатт соатро ташкил медиҳад, вале қобилияти барқгузаронии хатти ҷануб-шимол дар як шабонарӯз ба 27 миллион киловатт соат баробар аст. ҳар давлати соҳибистиқлол то худ дастгоҳ бузург, ҳар кишваре ки оянда мехоҳад пешрафту тараqqiyот дошта бошад, ҳатман худро бояд бо қувваи барқ таъмин кунад. нерӯгоҳи барқи обии Роғун. طبق نقشه چرخه اولین نیروگاه سال 1993 باید به کار انداخته می شد. اما به علت تیز و تند شدن وضعیت سیاسی تاجیکستان سال 1990 کارهای ساختمانی در نیروگاه قطع گردید. После развала Советского Союза все, что там было, все это растащили. Слушай, я не представляю, куда делись столько машин, механизмов. Шагающий экскаватор исчез с этой стройки. И теперь Эмомали Рахмону надо было все это заново обдумать, как туда достать технику, за что, на какие деньги покупать, на какие деньги строить эту станцию.
امامعلی رحمان بسیار تلاش‌ها کرد که ساختمان راغون را احیا کند. سروری دولت مبلغ پیدا کرده برای آغاز کار تکنیک خرید. برای تاجیکستان راغون لایحه‌ای حیاتاً مهم بوده. به آن مسئله اولین درجه پیشرفت اقتصادی جمهوری وابسته است. هر یک سامانه‌ای که ما خراجات میکنیم میدونی از کی است. منم خلق عادی است. شکمش نان نخورد، فرزندش لباس نگرفت، با سهمیه گرفتی، نیروی تیسر شد. پرابلمای اساسی خلق ملت تاجیک است. شما فرزندای تاجیک هستید. وطندار هستید. هر یک ساختمان باید نمیده احساس کنید. امامعلی رحمان همه نیرو و غیرت و همت خیش را روی ساختمان راغون گذاشته است. امروز هر فردی که در این کارستان بزرگ زحمت میکشد احساس میکند که مسئولیت عظیمی را در نزد ملت، در نزد آیندگان بر دوش دارد. کار در راغون در دل سازندگان آن احساس عمیق مهنت دوستی، ننگ و ناموس وطنداری و قهرمانی را بیدار کرده است. آرزو امید ما همین است که خدای تعالی نکشه و همین چرخ اول گردان کنیم. پایان ساختمان راغون پایان رنج‌های ملت است. راغون نور است که دل و دیده و منزل و مکان ما را روشن می‌کند. نیروی است که اقتدار کشور ما را افزون می‌گرداند. نیروگاه راغون نه از نگاه اقتصادی و نه از نگاه اکولوژی به یگان کشوری منطقه زیان نخواهد آورد، بلکه برعکس راغون عاملی مهمی خواهد گشت در رشد منطقه. در تاریخ ساختمان راغون امروز روزی مخصوص است. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز یکی از مهمترین کارهای به عمل می آید که همه منتظر اجرای آنند. آغاز بنیاد سربند نیروگاه برق آبی راغون. سازنده راغون اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سوار بولدوزر وزنین رسا 1.5 ساعت با پیش کردن سنگ و شغل مجرای دریای وخش را بسته و بنیاد سربند نیروگاه برق آبی راغون که حیات و ممات برای مردم تاجیکستان است اساس گذاشت.
امام علی رحمان در آغوش این زیبایی ها بزرگ شده است. یک لحظه به عالم خاطرات کودکی رفت. خانه پدری، دوستان و پیوندان ایام کودکی، آنهایی که لحظه های اندوه و خرسندی را با هم می دیدند، او را به خود می کشند. акаи нуриддин ягона бародари имом али раҳмон аст. нуриддин ки солҳои зиёд механизатори пешқадам буд, ҳоло бо деҳқонӣ машғул ва сарвари хоҷагии деҳқонӣ аст. бародарон якдигарро дер дер мебинанд, вале якдигарро аз дур эҳсос мекунанд. ҳоло баъд аз дидори хишовандону ҳамсоягону ҳамдарсон фурсате даст дод ки бо ҳамдигар бишинанду суҳбат кунанд. як лаҳзае ки аз озодтар вақти ки дорем бо ҳамсинфон, бо ҳамкороне ки дар ин хоҷагӣ бо ман сару кор доштанд, бо холаҳои худам, тағоён, бародари худ, ба ҳар ҳол инам ғанимат аст. яна дар соли 59 9 сола аъзои фахрии хоҷагӣ шудем, кор кардем. این کسا بعد که خطیم خمپری مادر کارو خورایی در بسیارتر نجیم بدن مادرم بیدار میکرد، پسرم پیز حلاو کن، چای کن، مکتب رفتن در کار. خانه های محلی داشتیم در اینجا. زمستان های سرد بود، حالا اون زمستان ها نیست، برف های زیاد میبارد. بالای بام از برف رفتن در کار، تازه کردن در کار نباشد خانه فرو میزد. همین که زندگی رو آهسته آهسته پیش بردیم. اول خانه رو در کردیم، بعد این کس بایتون رسان با ما خانه کردیم. این خانه‌ای که میبینید همین سنگی دو کس میشیشتیم، تلشکده بعدی ساعتهای کاری شمانه دست میشیشتیم، سنگ تلشکده برو میکردیم و آورده در اینجا کوال خطی مایده. ما اول اقلام نمیگیریم که سنگ مایده کرده میشود، سنگ میشکنه. وقتی که متخصصا یاد دادن کوال در چکل داشتن در کار، در کجا زدن در کار، سنگ دو کوال میزه سنگ همین گیم که پای دیوار همین با دستی خودمون کرده است. سال 57 اکم عسکری بودم. خاندار کردیم، همه یک ماه هم زندگی نکردم. برادر ما نه از دریا دارم، اکای کلامی اولا دورشویش نه از دریا دارم. سبب ناآمدی کار اومدی، اکم بندگی کرد. امام
امامعلی در همان آوان کودکی با غم و اندوه مکتب تمام کرد، راهبر شد، با خلق بود. امروز بعد در سطح بلند یا اون نوربون بلند برآمدگیش اون چیزای پایین در زینه اول فراموش نمی‌کنه. برای همین قدر انسان را، قدر شخصی مهنت قریب را، قدر آدمی که دلش صاف است بسیار هم بالا میداند و او را بزرگاشان را همچون پدر، جواناشان را همچون писар и Кстати, это к тому, что он вышел из народа. Выйдя из народа, он не забыл и не прервал вот эту удивительную связь с народом, из которого он вышел. И поэтому этот народ ответил ему любовью, доверием. مسئولیت‌های خوب دادند که پسرم تو در کدام عائله تربیت یافتی چگونه روزگار داشتی فراموش نکن با مردم غمخوار باش. تاکید کردند که بچه‌ام زبان پاک داشته باشه. حیات تیز می‌گذرد. بسیار زندگی تیز می‌گذرد. مثل آب روان، آب دریا. همین قدر تیز می‌گذرد. خدای تعالی بنده را هست کرده است، آب داده است، زمین داده است، عقل داده است. نعمت‌های خدا داد. محنت کن، حرکت کن، از من برکت، زندگی ببین. Хоҷистон гарчанде кӯҳистоне аст, камзамин аст мегӯем, баъзан ҳо меноланд. аз ин нолидан дар кор нест. худои таоло моро кӯҳам додасту аз ҳама неъмати бебоҳои худодод обам додааст. قرآن کریم در آیه مبارکه 45 سوره نور آید به عنصر اصلی حیات در روی زمین می‌فرماید خداوند همه موجودات زنده را از آب آفرید. زندگی بی آب وزنین است. آب را اداره باید کرد تا زمین‌های تشنه‌لب آبیاری گردیده به منفعت خلق و دولت استفاده گردد. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обратил внимание на одну очень важную тему.
тему воды. Именно тогда я почувствовал, насколько прозорливым оказались идеи, заложенные в его выступлении в 1999 году с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2003 года Международным годом воды. Именно эта тема стала одной из 8 ключевых тем, связанных с целью развития тысячелетия. дар арсаи сиёсии байналмилалӣ мавзӯи наве вориди баҳсу гуфтугӯ гардид ки муаллифи он сарвари давлати тоҷикистон аст. ҳамин тавр солҳои 2005-2015-ро созмони милали муттаҳид 10-солаи амалиёти об барои ҳаёт эълон кард. дар мамлакат тадбирҳои зиёде амалӣ гардид. даҳҳо иншоот барои захираю софкории об ва хатҳои интиқоли оби ошомиданӣ дар шаҳрҳову деҳоти кишвар сохтаву мавриди истифодаи мардум қарор гирифтанд. имрӯз дар ҷаҳон тақрибан 1 миллиард одамон ба оби тозаи ошомиданӣ ва 2,5 миллиард одамон ба шароити асосии беҳдошт дастрасӣ надоранд. ҳар сол офатҳои табиӣ марбут ба об ба андозаи беш аз 60 миллиард доллари амрикоӣ хисороти иқтисодӣ ворид месозад. хушксолӣ ва биёбоншавӣ манбаи воситаҳои зиндагии зиёда аз 1 миллиарду 200 миллион одамро дар ҷаҳон зери хавфу хатар қарор медиҳад. муноқишоти кишварҳо бар сари манбаъҳои об вазъияти беин ҳам мураккаби сиёсии ҷаҳонро боз ҳам печидатар мекунад. пешниҳодҳои Имомалӣ Раҳмон оид ба масоили об дар наҳваи бархӯрди сиёсатмадорон бо проблемаи мазкур як рӯйкарди комилан нав ва такони ҷиддӣ ба амал овард. سبب تغییریابی اقلیم در حدود تاجیکستان که زیاده از 14,000 پیریخ‌ها موجود بود در ظرف 50 سال 1000 عدد آن از بین فرو رفت. امروز 13,000 پیریخ‌ها باقی ماندند و آبشوی پیریخ‌ها خیلی زیاد است. طی 50 سال اخیر با سبب تغییریابی اقلیم در کره زمین سرعت آبشوی پیریخ‌ها در قله‌های بلند شدت می‌گیرد. کوه‌های آسمانبوس پامیر که برحق بام جهان است آسیب از همه بیشتر می‌بینند. این تهدید جدی نه تنها خطر رخ دادن آفت‌های طبیعی را در تاجیکستان به وجود می‌آورد، بلکه تهدید جدی برای کشورهای منطقه و جهان میباشد. امامعلی رحمان به صفت یک پیشوای جهانی اوید به مسئله آب بیش از 16 سال است که
از منبرهای بلند بین المللی توجه جامعه جهانی را به حل این مسئله ها جلب می نماید. I would like to invite His Excellency Emomali Rahmon, the President of the Republic of Tajikistan, up on stage of congratulations. Please welcome His Excellency with a big round of applause. خانم محترم پرزیدنت جمهوری کره، محترم جناب رئیس، خانم ها و جنابان، هرچند که در چارچوب هدف های رشد 1000 ساله دایر به حل مسائل آب پیشرفت معینی به دست آمده است، ولی تهدید و خطرهای معاصر گلوبالی از ما سعی و تلاش بیشتر تقاضا دارند. از این لحاظ تأسیس دادن فاندهای گوناگون ملی و منطقوی و گلوبالی اقدامات سری وقتی خواهند.